اینجا ترند بازار رو منم برگشتم با یک روایت کامل از حواشی داغ قسمت 37 زن روز. رفقا، انگار هرچی در این قسمت گذشت آخرش منتهی شد به جر و بحث جنجالی شینا با داورها، مخصوصا یلدا. واقعا نمیدونم چرا شینا از وقتی وارد برنامه شده با یک گارد عجیبی حرف میزنه. شما هم همین حسو دارید؟ توی این ویدیو میخوایم دقیق بریم سراغ همین حاشیه جنجالی و ببینیم چی شد که شینا اینقدر آتیشی شد و با داورها درگیر شد. تا انتهای این ویدیو با من باشید. ممنونم از وجود پرمهر تک تکتون. ماجرا از اینجا شروع شد که یلدا قبل از شینا اومد روی استیج، استایلش رو نشون داد و گفت با همین استایل میخواد بره عروسی دوستش توی ترکیه. وقتی مهناز افشار از بقیه دخترها پرسید کسی نظری داره، شینا شروع کرد به حرف زدن. اول یه چند تا تعریف کرد، اما بعد رفت روی استایل یلدا و خیلی تند گرفت روش. با لحن آتیشی گفت تا لباستو از اینجا برداشتی و این کاملا ناعادلانه است. و بعد ادامه داد تو که میگی 12 سال ترکیه‌ای، خب با یه تلفن به آشناهات میگفتی برات لباس بیارن. در مقابل یلدا جواب مثبتاً قانع کننده داد. گفت لباسی که داشتم بدننما بود و با این نورپردازی صحنه اصلا نمیشد استفادهش کرد. بعدش هم رفتم مرکز خرید ولی چیزی پیدا نکردم. مجبور شدم از اتاق لباس خود برنامه یه دونه بردارم. اینجا دقیقاً جایی بود که جر و بحث اصلی جرقه زد. شینا وسط حرف یلدا میپرید، یلدا وسط حرف شینا. شینا میگفت ترحم برای خود جلوی دوربین نخر. یلدا جواب میداد من مجبور شدم، میدونم امتیاز کم میگیرم. وقتی رامونا آمد پشت یلدا ایستاد و گفت یلدا ناچار بود و نباید اینقدر گیر بدیم، دوباره شینا برگشت و به رامونا گفت چرا تو داری پشت این خانم در میای؟ مگه نمیدونی ما اینجا چقدر سفتی کشیدیم؟ بعدش هم که شینا برگشت به همون بحث 12 سال زندگی در استانبول. میتونستی زنگ بزنی برات لباس میآوردم. یلدا هم گفت من چند تایی دوست دارم اما از صبح تا شب سر کارن. چطوری میتونستم ازشون بخوام این کارو برام بکنن؟ یه استاپ بزنیم رفقا. بین این دو دختر پرحاشیه شما حقو به کی میدید و دلیلتون چیه؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا یه بحث داغ را بندازیم. اما ادامه ماجرا. وقتی نوبت رسید به نمایش استایل شینا، اومد روی استیج و استایلش رو نشون داد. بچه هم این سفر نمره خوبی دادن. حتی یلدا بهش 3 داد در مقابل نمره 1 که از شینا گرفته بود. اما وقتی رسیدیم به نمره داورها آتیش قضیه بیشتر شد. آزاده گفت این لباس خیلی بهت میادا، یه خوردش کوتاش کن بعد برو کلاب. این استایل به درد هیچ عروسی نمیخوره. شینا جا خورد ولی فقط گفت خب باشه ممنونم مرسی. اما پدرام که نوبتش شد جنجالی تر گفت وقتی میری کلاب لطفاً دستکشات هم در بیار. همینجا شینا آتیش گرفت. گفت من این لباسو توی عروسی خواهرم هم پوشیدم. پدرام گفت اشتباه میکنی، این اصلا لباس مناسب برای عروسی نیست. شینا با لحن تند جواب داد ولی من اینو میپوشم میرم عروسی. آزادم سری گفت خب بپوش برو عروسی. فرناز کمی آرومتر باش حرف زد اما آتیش شینا فروکش نکرد. نوبت که رسید به نمره ها ورق عوض شد. اینجا شینا دوباره گارد گرفت. گفت من میدونستم این لباس خوب نیست ولی میتونستم مثل یلا برم تو اتاق لباس یه لباس برمی داشتم بعدش میومدم ازتون امتیاز 7 میگرفتم. پدرام گفت اگه مشکلی داشتی باید با تیم حرف میزدی، اونا میگفتن میتونی از اتاق لباس برداری یا نه. شینا مدام تکرار میکرد من دوست نداشتم از اون لباسا استفاده کنم، میخواستم خودم استایل بزنم. آخر سر با عصبانیت رفت نشست و گفت از این به بعد من میرم تو اتاق لباس، از اونجا لباس برمیدارم، شما هم باید به من نمره بدید. و البته فقط این نبود، شینا دوباره با مهلا هم جر و بحث کرد. بچه‌ها میخواستم بهش توضیح بدن که برای یک بار وقتی موقعیتش خوب نباشه میتونه از اتاق لباس کمک بگیره. اما شینا میگفت من بر نداشتم پس بقیه هم نباید بردارن. کل حرفش همین بود. شینا به خاطر عصبانیت هیچ توضیحی رو قبول نمی‌کرد. شاید الان اگه خودش برنامه رو ببینه حقو به بچه‌ها بده، شاید هم نده.
بعد از اون جر و بحث طولانی با مهلا کار به جایی رسید که پدرام گفت شینا پاشو. شینا پا شد. پدرام پرسید لباس چاک داره؟ پاره خورده؟ مشکلی داره؟ شینا گفت نه. پدرام گفت پس حرف حسابت چیه؟ تو احساس نیاز نکردی که از اتاق لباس چیزی برداری. شینا گفت باشه، پس هر وقت لوکام خوب نبود میرم از اتاق لباس برمیدارم. بعد دعوا کشیده شد سمت آزاده. آزاده گفت اینطوری هم نیست که هر وقت دلت خواست بری از اتاق لباس برداری. خلاصه شینا امروز نسبت به همه گارد گرفته بود. اما رفقا معلومه که قسمت بعدی زنه روز جنجالی‌تر و باحال‌تره. موضوع قسمت بعدی راکه و خود پدرام هم توی استوریاش گفته این قسمت خیلی باحال‌تره. پس تحلیل حواشی قسمت 38 رو فردا از دست ندید، چنل رو ساب بکنید چون با بودنتون به من انرژی میدید. ممنونم از لایک و کامنت هایی که میذارید برامون. تا ویدئوی دیگه بدرود.